نماز فقط در یک ماه مبارک رمضان فرض نیست. نماز عبادت است که از روز بلوغ 12 سالگیت تا آمدن مرگ غرغره جان در گلو فرض. عیدونه برای خانمان و جنابان اینمی جای نمازی به صورت عیدونه می باشد. همچنین قرآن قدرکه می باشد و همچنین یک ماشینکای اگون درکان، یک شامپونی واتیکای استحصالی یگیب می باشد که برای ریشه موی سر مستحکم کردن و همچنین این یک صابونی دیگر، باز یک آب زمزم، یک دوخی زمزم که تا 3 روزه بوش در لباس میمونه استحصالی دبی می باشد. این یک توقی دیگر، یک مسواکی پاکستانی که استفاده بردنش سند می باشه و همچنین یک تسبیح سنگی. این همی 8 چیزی که ما نامبر کردیم از شرکت شفافرما میتونید شما با نرخ 2900 روبل خریداری کنین. این نهمش جای نماز برای شما عیدونه می باشه، دهمش قرآن برای شما تحفه می باشه. اینها سبب. خدا شفافرما همراز شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عمل میکند زندگیش موافق به این مضمون کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله میسازد. او وارث پیغمبر است. بنابر همین انشاءالله خاندان شما میشود گویم که از جمله خاندان است که به اسلام به دنیا آمدید، با اسلام کلام شده. انشاءالله امید دارم که با اسلام از این عالم میرین. امید دارم که فردا در زیر لوای حبیب خدا در بستان سرای بهشت خداوند ما را یک جایی میکند. زیرا که رسول اکرم خودشان وعده کردیم از مرء مع من احب، هر شخص و همراه دوستش است. بنابر نصیحت اولی من برای شما معراج دین برادر عزیز، اول در باب خداشناسی است. در این باب خیلی با دقت باش. عروست هم تاکید کن که 6 رکن ایمان باید خوب در یادتان گیره. یکم ایمانی به پروردگار و به همه نامها و صفتهاش که آفریدگار این عالم است. دوم ایمانی به ملائکه های الهی. سوم ایمانی به کتاب های خداوندی. چهارم ایمانی به پیغمبران بزرگوار او. پنجم ایمانی به تقدیر. در این باب تقدیر هوشیار شوی. امروز بسیاری آدم ها خیال میکنم که تقدیر نیست. انسان تقدیر سازی خودش است. این خیلی هم خطا هست. اگر کسی به این عقیده باور دارد و از اسلام خارج است، از ایمان جداست، چرا هیچ چیز در این عالم از تقدیر خداوندی بیرون نمیشه. بنابر شما گویه که من خدای هر چی برای من تو مقدر کردی، قضای تو به او رفته است، چی در حیات عائلوی خانداری، چی در حیات جامعه، من به همش راضی هستم. بنده مومن وقتی که باوری به تقدیر خدا داشته باشد، او آرامش دارد، او صبر دارد. کسانی که میگن تقدیر به دست خودی ماست، چی خواهیم میکنیم، من به ایشان میگم اگر تقدیر به دست تو باشه کنی کسل نشم، تقدیر به دست تو باشه کنی پیشپایی نخور، تقدیر به دست تو باشه کنی یا میلیونر شو. نه عزیزی من، تقدیر به دست تو نیست. تقدیر به دست صاحب این آسمان و زمین و عالم موجودات الله رب العالمین است. پیش از آن که تو به دنیا بیایی، در کسیت عمر تو نوشتگی است که تو چند قدر عمر میبینی، چند قدر رزق میخوری، چی کارها میکنی، چند قدر تن ساعتی، چند قدر بیماری، همش برای تو نوشتگی است. از او زیاد و کم نمیشود. گفتی شاعر رضا بداده بده و از جبین گره بشکشای، که بر من تو در اختیار نقشود است، دست تو نیست. بنابر همین باید این رکنهای ایمان هر فردی مسلمان داند. رکن آخر ایمان معراج دین برادر عزیز باوری داشتن به روز قیامت است که فردا در پیشگاه خدا ما همون با از نو زنده می شویم برای این حیاتی که خدا به ما داده بود، برای این زندگی که در این دنیا خدا برای ما داد و اسبابش مهیا کرد. در این دنیا ما را آزادی داد و به اختیار خود گذاشت و از همه قیمتترین چیزی که عقل است برای ما داد، ما را تکلیف بندگی کرد با فرستادن پیغمبراش و کتابهاش. در این دنیا اگر امر خدا و فرمانی او را به جا بیاریم، فردا دنیای دیگر مکافاتش بستان سرای بهشت است.
اگر در این دنیا سرکشی و نافرمانی کنیم، جنایتکاری کنیم، خلاف قانون خدا و قرآن رفتار کنیم، فردا در پیشگاه خدا جزاش زندان پر عذاب دوزخ است. قرآن سر تا پا این وعده و وعیدها رو برای ما بیان میکنه. بنابراین خیال نکنه که انسان با مرگ از صحنه خارج میشه و میره و همین تمام. نه، اگر این تو باشد برای ظالم ها، برای زناگارها، برای خونخوارها، برای رباخورها این مرگ راحت است. نه، گفتی حضرت علی فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل شیء. اگر مرگ فراموشی میشد، مرگ نابود شد، رفتن میشد، دیگر حیات دیگری آینده نمی بود، برای ما راحت بود، خصوصا برای آدم های شهوانی و شهوت پرست. ولكن اذا متنا بعثنا لكان يسأل كلنا عن كل شيء. حضرت علی میگفتن عزیزی من هوشیار شو که بعد از مرگ تو حتما زنده میشوی. همون خدایی که تو در هیچ جا نبودی پیدات کرد، از دو قطره آب به این صورت زیبا آفرید، به این چشم شهلات رو آرایش داد، به این مژگان های سیاه و به این ابروبان سیاه تو رو زینت داد. ان همون خدا با تو رو از نو زنده میکنه برای پرسش این حیات، برای حساب گرفتن این حیات دنیا، برای ریویزیه کردن این حیات. تو رو خدا حتما میپرسه چی کار کردی، چی بندگی کردی. فوربك لنسألنهم اجمعین اما كانوا يعملون. یا الله، خدا در اینجا به سوگند یاد کردیست، به تأکید بالای تأکید یاد کردیست. این قسم به عظمت جلال و من همه شما را از قبر زنده میکنم در روز رستاخیز. شما را میپرسم که چی کار کردی در این حیات من دادگی، چی بندگی من کردی. این چشم شهلا را من به تو دادم، به این چی کاری کردی، چی را تماشا کردی؟ آیا مصنوعات دیدی آسمان زمینه؟ آیا کوه ها را دیدی با همه حیوان ها و درنده هاش و درختاش؟ آیا صاحب این کائنات، صاحب این کوه و دشت ها را یک بار تفکر کردی که او کیست؟ چشم برای اوست، چشم برای تماشای صحنه تلویزیون نیست، چشم برای تماشای کنسرت و فیلم های تلی سریال نیست، چشم برای عبرت گرفتن است، چشم برای خداشناسی است. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیب برادر فرو گیر و دوست. عیب برادرت نکاو. خلاصه ایمان به روز قیامت رکن ششمی ایمان است. باوری داشت. کسی این شش گفتگی من اگر یکیش شبهه داره، اینجا پدر و مادرها هستی، خواه بچه هاتان خواه دختراتان نکاحاتان درست نیست. باید فرزنداتان فهمانده که عزیز من تو مسلمان هستی، باید اینها رو دانی. بگو که من باور دارم به خدا، به همه نامهای او، باور دارم به هر چیزی که پیغمبر بزرگوار از نزد خدا آورده است، باور و تصدیق دارم. نمی شود او رو مسلمان گفت و نکاح کرد. دویم نصیحت من برای میراجدین عزیز این است که با عروس و زندگانی خوب کنید. بعد از بندگی خدا، البته در باب نماز و بندگی چیز زیاد صحبت های شما شنیدی است. با عروس و زندگانی خوب کن. عروس دوست دار. زیرا من گمان دارم خودت انتخاب کردی، عروس خودت دوست داشتین، گرفتی پدر و مادر در این کار راضی شدن. بنابر همه عاشقی شما عاشقی یک هفتینه نشوه، یک ماهه نشوه، بلکه محبت شما محبت یک عمره شود. عشق شما با یکدیگر عشق یک عمره شود. نکاح به خاطر همین است، نکاح به خاطر طلاق نیست. رسول اکرم نهی کردن کسانی که ازدواج برای خاطر شهوت رانی و طلاق میکنن. بنابر همین یکدیگرتان دوست داری بچن. پیغمبر خدا میگه این من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا لاهله و الطفهم به. بهترین مرد مسلمان در عائله همون مرد است که با همسرش اخلاق خوب دارد، چهره کشاده دارد، زبان شیرین دارد، نوازش و مهربانی دارد، تبسم و جوان مردی دارد. عزیز من میراجدین، بگوی که از کار میبیایی
از راه یک دسته گلگیر یا یک دانه گلگیر یا 2 دانه گلگیر یکی رو بیار مادرت. مادر از همه سزاوارتر است به این گل که تو رو به دنیا آورد و کلان کرد و نوازش و مهربانی کرد. یکی رو به عروست بگو عروس مانند این گل همیشه خوشبو و شکوفا باشی. این سبب زیادتی محبت میشه. این است مؤمنی حقیقی. هرگز رسول اکرم مؤمن هایی که در عائله با همسراشان بد اخلاق بودند، حقارتچی بودند، بد سخن بودند، اونها رو دوست نمی داشتند. حتی رسول اکرم در حدیثان نهی کرد دیگه است که فرصت یکو بیان اونها نیست. بنابر خوش اخلاق شده. انشاءالله شما خوش اخلاق شده، عروس هم نسبت شما با آداب و خوش اخلاق میشه. ما تاجیک ها مقال داریم که صدا از 2 دست میبرد. یعنی مرد زبان شیرین و مهربان و با آداب باشه، همسر هم زبان شیرین و با آداب میشه. بنابر همین عروس تو دوست دار میشه. بهترین هدیه برای عروس انتخاب کن. در رسول اکرم تن همون پولی که شما در زندگی برای خانم تا صرف میکنه، این دوام حدیث ابو داود است. یک شخصی که رسول الله یا رسول الله من 3 تنگه داشتم، یکیش برای مجاهدان دادم در جهاد رفتن، یکیش غلام خریدم به خاطر خدا آزاد کردم، امر پروردگار است فک و رقبه. یکیش برای خانمم لباس خریدم، خوشبویی خریدم. شما با من گویا این 3 تنگه که من صرف کردم کدامش ثوابش زیاد است؟ حضرت گفتن تنگه که برای خانم صرف کردی، لباس خریدی، خوشبویی خریدی یا شیرینی خریدی، بزرگتر است از روی ثواب از اون 2 تنگه که در جهاد و در دیگر جا صرف کردی. ببینید اسلام چی دین است؟ اسلام تا کدام حد خانم، زن، دختر مقامش بلند میبردارد. اسلام هیچگاه برای پایمال کردن حقوق زن آمدگی نیست. اسلام دین است که زن قطار مرد حقوق برابر با مرد داد، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. اسلام است که از بین تحقیر زن منع کرد. اسلام است که شوهرها را امر کرد همسراشان رو با نفقه تامین کنند، با جای خواب تامین کنند، با زبان شیرین چهره کشاده به اونها معامله کنند. را رسول خدا نهی کردن ولا تقبح، زناتون سخن درشتی که سبب ناراحتی شود نگوی به اونها. حتی در حجت الوداع رسول اکرم سخن آخرینشان برای حقوق زنها رو برداشتن و بلند کردن بود با ما و شما. در این باب با مفصلتر صحبت خواهی صحبت‌های نماز جمعه سالهای پیش هست. با کلین عزیز شما را هم تاکید میکنیم نوار انشالله کلین هم میبینن. شما را هم خدا بختی دو با شوهرتان زندگی شیرین نصیب کنن. زندگی که همیشه خوشبختی رفیقتان باشد و فرزندای خوب خداوند در آغوش شما به دنیا بیاره. شما هم در نوبت خود اول بندگی خدا را کنه، نمازاتان خانه کلین. در این را اکثری زنهای تاجیک ما، اکثری دخترای تاجیک ما نسبت به نماز بے پروا هستند. خواهرای عزیز، خداوند عبادتی بندگیش به مرد و زن برابر فرض کردیده است. زنها هم از وقتی به سن بلوغ میرسند به عذر زنانه که در آمد نرسیدند تا آمدن مرد نماز در گردن شما هم فرض است. شما رو خدا پگم میپرسه بندی من تو رو زیباگی دادم، من تو رو لطافت دادم، من تو رو نزاکت دادم، من تو رو عنوان دختری و مادری و خواهری دادم، من تو رو نفقت و احترام تو بالای پدر و مادر و شوهر و برادر لازم گرداندم، چی بندگی برای من کردی؟ خواهرای عزیز، این سوال برای جواب تیار کنید. شما فقط برای کرسکی کنی و قاشچینی و در کوچه ها گشتن نآمدید. شما برای عبادت و زندگی مقصود بهری بندگی است. زندگی بی بندگی شرمندگی است. بعد از عبادت پروردگار کلین عزیز شوهرت احترام کن، شوهرت دوست دار، نسبت شوهرت با آداب باش، نسبت شوهرت با وفا باش، با حیا و با عفت باش. خواهرای عزیز بازم میگم زیباگی زن آدابش است، زیباگی زن حیا و عفتش است، زیباگی زن خوش اخلاقیش و زبان شیرینیش است، زیباگی زن شوهر دوستداری است، زیباگی زن هنرمندی و کیوانگی است،
زیباگی زن خانشینی است. آره خانشینی گفتم، این حتمی نیست. اگر رفت روزگار شما کلام باشد، درآمدی شوهرتان شما را تامین کرده نتاند، میتونی کار کنی. اسلام برای شما اجازت داد از کار کردن. رسول اکرم در این الله اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، شما رخصت، لیکن کاری به خودتان مناسب، به خانمیتان مناسب کار کنید، نه با مردها آمیختو الدرش. نه برای خواهر عزیز، اگر ضرورت نباشد وظیفه شما خانشینی است. 1400 سال 300 سال 200 سال پیش فردوسی گفته بود زنان را بود بس همین یک هنر، کشینند و زایند شیران نر. هنری خانم خانشینی است، هنری خانم شوهر دوستداری است، هنری خانم پاسبانی مال و ثروت و عزت و ناموس شوهر است. هنری خانم فرزند خوب به جامعه تقدیم کردن است. این از خواهرای عزیز هنری شما. لیکن در این باب بسیار نمیگم زیرا که بعضی ها ناراحت میشه از شنیدن آوازی من. خلاصه شوهرتان رو دوست داری بچن. رسول خدا میگه هر مرد خانم 5 وقت نماز سخانه، رمضان مبارک روزش دوست داره، با حیا و با عفت باشه، یعنی در شوهرش در ناموسش خیانت نکنه، در مالش خیانت نکنه، در فرزندای شوهرش خیانت نکنه، شوهرش دوست داره با او زندگی شیرین کنه، روز قیامت از کدام داری که خواهر بهش میداره. خواهرای عزیز، این دنیا جای فناست، جوانش پیری داره، شادیش غم داره، خرسندیش ماتم داره، تن صحتش بیماری داره، بایگریش کم بغلی داره، پادشاهیش گداهی داره، حیاتش مرگ داره. کل شیء هالک الا وجهه. اگر سخنی من باور نداری اطراف تو نگاه کن، بی ماماد کجا شد، بابات کجا شد. ببین بیمارخانه ها پر از بیمار هستن مگر ویا تن صحت نبودن. بنابر همین این دنیا جای همیشگی نیست. جای همیشگی برای شما خداوند بستان سرای بهشت آماده کرده. خواهرای عزیز، خدا برای شما لباسای زیبا، گوشوار و چلو و بریلیانتی طلا براتان آماده که یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم حریر. اینا برای شما هستند. پیغمبر خدا تا گفتن ولنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها. یک رویمال، حضرت یک چیزی ساده که زنهای ما دارن رویمال سرپوشان است، هم یک رویمالی که خدا برای بهشتی ها، خانم های بهشتی شما خواهرای عزیز، اگر با آداب و با حیا باشه، شوهر دوست باشه، اگر نمازاتان خانه برای شما یک رویمالی که در جنت آماده کرده است. اگر امروز در دنیا اوکسیون میشد انگلیاده میموندن، همه دنیا را میلیارد و تریلیون هاش با او برابر شد نمیتونست. از زیباگیش و نازکیش و شفافیش، چه جایی که لباساش است، چه باید جایی که پاپوشی هاش است، چه جایی که زیورها و اسباب آرایش است، چه جایی که خوشبویی هاش است، همش برای شماست خواهرای عزیز. بنابراین شوهرت دوست دار خواهرای عزیز. بازم میگم اگر زن تا شوهرش راضی نباشد بهش نمیداره. حتی زن به اجازت شوهر از خانه بیرون رود، خود به جایی که میرد خانه پدر میرد، خود دکتر میرد، باید شوهر شپرسد، باید خسر خشتامان شپرسد، به اجازت میرد، لعنت الملائکه حتی ترکیه، تا بازگشت آمدنش ملائکه الهی رو لعنت میکنه. این تحقیر زن نیست، این من کردن آزادی زن نیست، این پیشگیری کردن آزادی زن، این آداب زن است، این احترام شوهرداری است. آره این شوهر شما رو من نمیکنه، ضرورت کشید شما رو خودش به دکتر میبرد، خودش به دکان و بازار میبرد، خودش به خانه پدر و مادر میبرد، اما برای نگاه داشتن عزت شوهر، آبروی شوهر است این سفارش های شریعت. بنابراین کلین عزیز، خدا اگر به این نصیحت های من عمل کنیم، اراجدین شما رو دوست میداره. برای همسرتان، همسری شوهرتان همسری خوب و با وفا خواهید شد انشاءالله. یک جای هر دوتون میراجدین صدای من شنیدی استادی کلین عزیز، هر دوتان
خداوند بختانتیت تاکید میکنه که پدر و مادرتان احترام کنید، پدر و مادراتان دوست دارید. معراجین هم پدر و مادر شما رو احترام کند، دوست دارد. شما هم کلین عزیز پدر و مادر معراجین دوست دارید، همچون پدر و مادر خود احترام کنید. رسول خدا میگه من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، کسی کلانسالهای ما رو حرمت نکنه او از راه و رویش من نیست. جناب کلین عزیز معراجین کن، امروز شما پدر و مادراتان احترام کرده، دوست داشته، پیش اونها راستا خسته، صدا کردن در جوابشان لبیک گفته، یگان خواهش کردن خواهشاشان خوب بیان اجرا کرده، فردا این مکافات از فرزنداتان میبینید. در قرآن به این گواه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید. هرچی کردی با پدر آن را ببینی از پسر. ها این جهان کوه است فعل ما ندا، باز آید سوی ما عکسی صدا. و بچه های عزیز، کلین های عزیز، به خاطر فایده خودتان احترام خسر و خوشدامن کنید. در پگه همین خسر و خوشدامنی بالای شما دم نمیاد. همون خدایی که امروز محبتی خسر و خوشدامن از دل شما گرفت، نسبت خسر و خوشدامن بیرحمی میکنه، میبره در به صاحب خانه میپرتایه، ان همون خدا فردا محبت بچه و دخترم از دل شما میگیرد، شما اونها دیگه دوست نمیدارند. نبا کوشش کن کلین عزیز معراجین بچن پدر و مادر. این پدر و مادر خیلی کم یافت است، خیلی قیمت است. همه چی یافت میشد اما پدر و مادر یافت نمیشه. من اسکندر، من پدر و بی همه چی دارن اما کنی مادر عزیزشان یابن، کنی پدرشان یابن، نه نمیابن. بنابر کوشش کن دعا اینها رو گیرسن. کجا که میری حتما از پدر و مادر اجازت گیر برا بشن، به اجازت نرو. چرا دل پدر و مادر نسبت فرزند خیلی هم حساس است. تا آمدن شما شب خوابش نمیبرد اگر به اجازت کجای رفته و نپرسیده باشه. خلاص این چند نصیحت کوتاه آید زندگیتان بود. خداوند بختان تیدو. معراجین عزیز ما را کتی عروسش کلین عزیزم فرزندای خوب و زیبا براتان نصیب کنه. حاج محمد الله را در خانه شادی و خرسندی و این لحظه های شادی را، این لحظه های خرسندی را برای باقی مانده فرزندا و نبیره هاش خداوند برپا شدنش نصیب گرداند. بار دیگر کدوم مهمانای عزیزشان دام الله را در این خاندان مبارک کنه. دعا کنیم خداوند توی مبارک کنه. بین عروس و داماد خداوند الفت و محبت و عشق و وفا پیدا گرداند. همان الفت و محبتی که بین حضرت آدم و حوا و بین حضرت ابراهیم و سارا و بین حضرت یوسف و زلیخا و بین حضرت محمد و خدیجه کبرا پیدا گرداند. الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا و کفانا و جعلنا من المسلمین. آمین.